دی ماه، ماهی که برای خیلی از خانواده‌های ایرانی سرد باقی موند. به مادرهایی که چشم انتظار موندن و خانواده‌هایی که ستون خونه اونها فرو ریخت تسلیت عرض می‌کنم و در 40م جانباختگان حوادث اخیر با احترام سر تعظیم فرود می‌آورم. در همین چند روز اخیر موکلم باهام تماس گرفت و گفت برای یکی از بستگانش نسبت به حوادث اخیر یک پرونده تشکیل شده و از من خواست که وکالت اون رو بپذیرم. اما بهش گفتم که من اجازه ورود به این پرونده ها رو ندارم و خودش هم با سوال از دادسرا و مقام قضایی به پاسخ من رسید. موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفریه. طبق این تبصره در پرونده‌های خاص مثل جرایم سیاسی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، متهم وکیل خودش رو باید از بین وکلای منتخب رئیس قوه قضاییه تعیین کنه که تعداد اونها هم محدوده که به وکلای تبصره 48 معروفن و فقط اونها که اجازه مداخله در مرحله تحقیقات مقدماتی این پرونده ها رو دارن. دوباره به همه مردم ایران و خانواده‌های داغ دیده تسلیت عرض می‌کنم. روحشان شاد و یادشان گرامی.